خب دستایی که دوم شد در موسم کنونی арсенал است. اصلا جای دوم برای آنها نو نیست. دومی 3 سال اخیر است که پیوسته دوم میشود و همین موسم بسیاری ها انتظار بودند در پس منظر آن ناکامی‌هایی که دنبالگیر منچستر سیتی شده است арсенал بالاخره از فرصت استفاده برده میتواند. اما طور میبینیم میکل آرتتا و شاگردانش این مراتب هم قهرمان نشدند و بسیاری ها موسم арсенал رو گویم با سه طرز بها داده ایستادند. بعضی ها میگن خوب است، یعنی جای دوم در چمپیونات انگلیس و برآمدن تا دور نیم نهایی لیگ چمپیون ها رو آنها مثال میارند. اما ایده دیگر گروه دوم برای این فکر هستند که نه، арсенал شانسی بهترین داشت در همین موسم تا اینکه جایزه به دست آورد، آن را از دست داد، مخصوصا در مسابقه‌های داخلی. و ایده سوم برای این فکر هستند که اون مشکلی هایی که سری وقت رفت نشد، یعنی ترانسفر های خوب مخصوصا در زمستان انجام داده نشد و علاوه بر این رفتن دیرکتوری ورزشی دسته که تیرماه رفت تا بهار آنها دیرکتوری ورزشی نداشتند، باعث بر آن شده است که арсенал همین گونه امکانیت رو از دست داد، یعنی یک موسم بعد رو آنها سپری کرد. شما با کدام از این فکرها راضی میشوید؟ خب من فکر دارم البته بسیارتر با اون گروه داخل میشوم که موسم رو برای арсенал بد میشمارند. چرا؟ چون که ما البته арсенал رو باید با همون арсенал قیاس بنماییم. برای مثال در موسم پیش از این زینه دوم رو گرفتن، پیش از آن هم زینه دوم رو گرفتن و بعدا اینجا هم اومده با زینه دوم رو گرفتن، بله با هیچ نرسیدن. یعنی این نشانه آن است که دسته پیش نرفته ایستاده است. ما арсенал رو همون арсенال رو میبینیم که سال گذشته بود، همون арсенالی که پیش از اون بود، یعنی پیش نرفته ایستاده است، با یک در رشد خود با یک نقطه اومده است و از همون پیش نرفته ایستاده است. برای مثال در موسم کنونی یگانه چیزی که در پیشرفت همین دسته ما دیدیم همون امکانیت‌های خوب خود رو از وضعیت استانداردی استفاده نمودن. دیگر بازم همون арсенال سال گذشته بود و البته دروازه‌بان دسته مذکور هم خیلی خوب است. یعنی چند جهت خیلی خوب در این تیم هستند. خب با بوکایو ساکا، گابریل دفاعگر مرکزی برای مثال و دیوید رایا دروازه‌بان این تیم، ادگار، خلاص جهت‌های خوب این دسته رو اگر بسیار جستجو کنیم از این نگاه هم اگر نظر بندازیم میشود یافتن و گفتن که موسم برای این دسته خوب است. ولی در نهایت کار ما арсенал رو باید با خود арсенал قیاس بنماییم و در نتیجه قیاس معلوم میشود که موسم برای دسته арсенал بد است. من تکرار به تکرار میگویم که برای دسته арсенал حتما حمله‌گر مرکزی لازم است که دوام چند موسم میشود میکل آرتتا تنها دفاعگران کنار چپ رو میگیرد، کنار چپ رو میگیرد، همه هیچ نه که یک حمله‌گر مرکزی به دست بیاد و کار دسته رو آسان کنه. چون که گابی ژزوس اون چیزی که از او انتظار داشتند شاید در حال سلامت و سوق بودنش تواند کردن، ولی او بسیارتر در بیمارخانه است با فرق از آن که در میدان باشد. خوب ساک هم وقتی اخیر زیاد اوسه برداشته ایستاده است. دیگر هم در موسم کنونی دیدیم که چند مرتبه اوسه داشت به میدان آمدن نتوانست. خوب پارتی دیگر بعد این دست کمک کردن نمیتواند چون که میرود. خلاص البته ما برنامه تنها با арсенал اگر بخشیده میشد ما арсенал رو یک ساعت بحث میکردیم چون که گپای هستن برای بحث کردن و برای تحلیل کردن. ولی در مجموع البته ما арсенал رو موسم رو برای دسته арсенал موسم بد باید ارزیابی کنیم چون که اون امکاناتی که این دسته داشت استفاده کردن نتوانست. خب دو وریانت دیگر باقی ماند. خوب میانه یعنی بها دادن به دسته арсенал. ایمانبек کدومی از این فکرها رو شما انتخاب میکنید یا اینکه بیشتر شما نیز مایل هستید به سخن‌هایی که گلروز گفت؟ من فکر میکنم آنی که арсенал در لیگ چمپیونات دو سه موسم اخیر اشتراک میگیرد یک کسی را به حیرت نمیگذارد. الکی آنها این چیز را تکرار میکنند موسم به موسم و арсенал یگانه چیزی که نمیرسه این جایزه است. اینها هر موسم امکانیت دارند وابسته به ضعیف بودن رقیبان جایزه به دست آورند لیکن نمیتوانند. ولی این چیز ببینید آرتتا دسته را خوب میگیرد برقرار میگیرد ولیکن نفرانی را برای کننده دسته او را دستگیری نمیکنند. ببینید در حالتی که توبستان باید ترانسفر میکردند اون حمله‌وری گفتگی گلروز رو باید میخریدند در خط پیش باید نیمه‌گر قوی میکردند عموما نفری را نخریدند. در زمستان هم ببینید وقتی که ضرور بود بازیگران اساسی دچار جراحت گشتند ببینید سیتی 218 میلیون خریداری میکند арсенал یگو کس رو نمیخرد. اولی واتکینز رو خریدنی بودند قیمتی کرد. اوستین کراینکا به مثال دانیل لوی نفری بسیار هم خصیص است پول مصرف کردن نمیخواهد. در فوتبال معاصر اگر که پول مصرف نکنی جایزه هم به دست نمیاد. ببینید پاریس سن ژرمن چند ده سال زحمت کشید اخیراً ما زحمتش رو دیدیم بالاخره اینو اولین هم باشد این کارو کردن. از این رو من فکر میکنم که موسم البته با کلی میتوان بعد ارزیابی کرد در نبودی جایزه اساسا ولیکن این چیز عاملای خود رو دارد. ببینید در تیتا میباید و یک برقراری میرسد ولیکن
بازیگران کلیدی از قطار میافتند جراحت میبردارند از بازار یک کسی رو نمیبرند به داد دست کسی نمیرسد با این حالت چمپیون شدن مشکل است در همین شرط و شرایط بله اینجا باید بگوییم که رهبریت دسته در ماه ینور وضعیت رو خیلی خوب میدونستند چون که اونجا گابی ژزوس اوسب گرفته بود مارتینلی اوسب گرفت بعد از اون ساکا اوسب گرفت و همچنین کای هاورتس هم اوسب گرفت که هجوم کننده مرکزی بود و نتوانستند سر وقت کمک کنند به هر حال همین اوسب ها تاثیر خود رو رسوندن هرچند میکل مرینو در اول موسم خریداری شد اما اون هم اوسب گرفته بود یک مدتی طولانی بازی نکرد و شاید از موسم سپری شده دو گلی بسیار زیبایی که دکلان رایس با دروازه ریال مادرید زد در خاطر بسیاری از مخلصان دسته آرسنال باقی ماند حتی بعضی از آنها شوخی آمیز اشاره میکنند که جایزه اساسی آنها همین بود که آنها ریال مادرید را گذاشتند. بله